خب دوستان گل، درس امروز اون یه محلولی است به نام صدف نشنال. چیکار میکنیم؟ میایم صدف رو میریزیم داخل یه ظرفی حدوداً 300-400 گرم، نیم کیلو. بعد یک قاشق چایخوری از زردچوبه و پودر سیر و زنجبیل و فلفل، یه قاشق و نصف مخلوط. بعد سرکه سیب طبیعی بهش اضافه میکنیم. برنامه آشپزی امروز مرداد طالبی است و مقداری ارزن یا اگه گندم بلغور داشتید. این ترکیب رو با هم دیگه قشنگ مخلوط میکنید. به به، و عطرش بلند شد. برنامه آشپزی به خانه برمیگردیم. بعد میریم تو دونخوری کبوترها در اختیارشون میذاریم. کبوتر میخوره و انواع مریضی ها میگیره. انگل زدایی هست، کبدشور هست، صدف کلسیوم داره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.